بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، موضوع امروز ما و شما موضوع 13 رد مرض فکری و اعتقادی شیطان پرستی. مرض فکری شیطان پرستی یکی از امراض خطرناک فکری است که در طول تاریخ دوام داشته و در عصر امروزی از سابق کده هم شیطان پرستا خطرناک شدن، احزاب دارن، گروه ها دارن، برنامه ها دارن و دانستن از این برای هر مسلمان بسیار ضروری هست. قرآن عظیم الشان به خاطر اصلاح اعتقادات و افکار مسلمان ها 5 بحث اساسی را در قرآن بیان کرده. بحث اول قرآن در مورد شیطان ها چی هست؟ بحث اول معرفی شیطان و اقسامش است. قرآن عظیم الشان شیطان معرفی میکنه و اقسام شیطان ها را معرفی میکنه. بحث دوم قرآن عظیم الشان وسایل ابلیس برای گمراه نمودن معرفی میکنه. وسایل ابلیس، اول قسم شیطان معرفی که، دوم بحث د ابلیس وسایل د انسان د گمراهی د پاره. بحث سومش اموری که انسان را در دام شیطان می اندازد و در قطار از او داخل میکنه. الامور التي تدخل الانسان في فخ الشیطان. فخ الشیطان یعنی دام شیطان. کم کارونه چه انسان د شیطانانو په زاله کې اچي. بحث چهارم البحث الرابع الوسائل الوقائية للنضال او للمبارزة ضد الشیطان. بحث چهارم وسایل وقایوی به خاطر مبارزه با شیطان است. وقایوی وسایل د شیطان د په مقابل کې مبارزه کولو. و بحث پنجمی نتایج پیروی از شیطان در دنیا و آخرت. این الله متعال کلش بر ما و شما بیان میکنه تا که یک انسان مسلمان شیطان بشناسه، برنامه هایش بشناسه، وسایلش بشناسه و چه قسم انسان ها در دام شیطان مفتعیر هم بشناسه و بالاخره نتایجش بیان میکنه. امی موضوعات ما و شما انشاءالله میخوانیم. بحث اول معرفی شیطان و اقسام ازو. در معرفی شیطان و اقسامش الله متعال در سوره بقره آیت 169 يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. یا ایها الناس ای مردم کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. الله متعال میگه بخورین آنچه که در زمین است حلال و پاک. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. متابعت از خطوات شیطان نکنین. انه لکم عدو مبین. یقینا که شیطان بر شما دشمن آشکارا هست. این مطابق امر الله هست. بعضی کسا میگن که ما ترک دنیا کردیم، غذا نمیخوریم، غذای خوب نمیخوریم. این در حقیقت نعمتهای الله متعال انکار میکنن. پس وقتی که ما خوراک میکنیم به امر الله میخوریم، لکن نیت خود جور بکنیم که من می غذا را میخورم به خاطر چی؟ به خاطر ازی که تقویت شوم تا خوب عبادت کرده بتانم. مما فی الارض حلالا طیبا. آنچه که در زمین حلال باشه و پاک باشه. انسان سعی و تلاش بکنه که همیشه امر الله دایی است که باید انسان چیزهای حلال بخوره.
پس اگر کسی خوراک میکنه لکن حلال نمی باشه، این هم مخالفت با امر الله کرده. پس امر الله همی است که انسان اگر پرنده ها را میخوره بفهمه که گوشت کدام پرنده حلال است، همون را بخوره. پرنده های ذی مخلب که میگن پنجالدار، اینا گوشتشان حرام است، انسان باید از او استفاده نکنه. یا در حیوانات گفته حیوانات ذیناب. ذیناب چرا میگن؟ حیواناتی که نیشدار است، مثل حیوانات درنده هست، از این باید استفاده نکنی. پس الله متعال میگه که شما از چیزایی که حلال باشه از او استفاده بکنین، طیبا پاک باشه. امی حلال هم نیاز داره به پاکی. حلال چه قسم به پاکی نیاز داره؟ مثلا گوسفند حلال است، اگر این ذبح شرعی نشه باز این پاک نیست دیگه، این باز جایز نیست، این باید نخوری. پس حلالی را میخوریم که به طریقه مسنونه و شرعی چی شده باشه؟ ذبح شده باشه. یک هدایت الله همی است برای مؤمنان. ولا تتبعوا خطوات شیطان. چی درس میگیریم از این؟ ولا تتبعوا خطوات شیطان، شما از گام های شیطان پیروی نکنین. چرا؟ شیطان یک و یک بارگی انسان کافر نمیسازه، بلکه آهسته آهسته گام به گام انسان چی میکنه؟ کافر میسازه. اکثریت مردم ها را ببینین که شیطان اول چی میکنه؟ شهوات پیش میکنه. گام اول شیطان شهوات است. وقتی انسان مصروف شهوات شد، غرق شهوات شد، گام دوم شیطان چی هست؟ شبهات است. اول شهوات نشر میکنه. بسیاری جوانا را ببینی در شهوات مصروف هستن، همون سایت ها و کانال ها و چینل هایی که در اونجا سخنهای بسیار زشت و بیهوده هست، دیا اینا را مصروف میکنن. با چینل هایی که در او زنا و گناه هست، هم جنسگرایی و نفس پرستی هست. اول خطوات شیطان چی هست؟ مصروف ساختن انسان در چی هست؟ در شهوات است. وقتی انسان در این شهوات غرق شد، گام دوم شیطان چی هست؟ از عبادات انسان چی میکنه؟ دور میکنه. مصروف شهوات. وقتی که انسان، چرا مثلا یک کس میگه قطع بازی حلال است یا حرام؟ حرام است. اگه به پیسام کنی حرام است، اگه به پیسام کنی حرام است. اگه به پیسه کردی دو حرام، اگر بدون پیسه کردی خود اینمی وقت تا که تو برای قطع بازی میتی، برای قمار میتی، برای موسیقی میتی، خود وقت یک سرمایه هست. مصرف سرمایه بیهوده این خودش حرام است. این حال وقتی که انسان در این شهوات مبتلا شد، یک جای بینی تخته کرمبوله مانده، چند نفر مصروف هستن. یک جای ببینید لدوست، جوانا مصروف هستن. اول یارا در شهوات و در اینمی چیزهای نفسانیت مصروف میکنه، نماز پیشینش میره، نماز دیگرش از پیشش میره، نماز خفتن از پیشش میره، جماعت از پیشش میره. شما دیده باشین وقتی که این چیزها مصروف شد، وی والا جماعت رفت، وی والا مصروف موبایل بودم، نماز قضا شد از پیشم. بناهن اول در شهوات مبتلا میکنه، دوم از عبادات انسان دور میکنه، سوم در شبهات انسان میاندازه. وقتی که دید که ضعیف شد ایمانت، عقیدت، اعمالت، نمازت قضا شد، به تفاوت شدی، باز شبهات پیشنهاد میکنه. شبهات چی است؟ مثلا شک ایجاد میکنه که براتان میگه که والا این قرآن عظیم شان که این مشکلات داره. چرا در قرآن شریف مثلا برای مسلمان 4 زن گفته شده است؟ این کلش سوالات شبه انگیزی هست که دشمنای اسلام ایره می اندازه. چرا پیغمبر صلی الله علیه و 11 زن گرفت؟ اما ایره باز نمیگه که پیغمبر که 11 زن گرفت چند تا از این بیوه بود. یک زنش دختر جوان بود و او دختر جوان هم رسول الله صلی الله علیه و سلم در سن جوانی نگرفت. وقتی که خودش 25 ساله بود خانم 40 ساله را گرفت. ایره باز نمیگه. ای جوان ایره قبول نمیکنه. امیال بسیاری جوانایی که ازدواج میکنن، ای جوانی را متابال نشنیدیم که بگویه که من از سن خود کرده 15 سال دختر یا زن بزرگ میگیرم.
اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم امیر گرفت. چرا؟ به خاطر که پیغمبر صلی الله علیه و سلم امو قسمی که الله تربیت کرده بودش، امو قسم کار میکرد که در اونجا نفس پرستی نیست. ما و شما چرا نمیخوایم بگیریم؟ به خاطر که به نفس خود فکر میکنیم. پس اول شیطان از شهوات شروع میکنه، باز به ترک عبادات میکشانه، باز شبهات مطرح میکنه. وقتی که شبهات شد، یک شبهه، یک شک، دو شک، سه شک، در قرآن شک برات میپرده، در شخصیت پیغمبر شک میپرده، در استادی که قرآن و سنت درس میده ای برات شک ایجاد میکنه. این کلش مجموعه شکوکی است. ما مثلا 20 سال پیش وقتی که در جای یک مولوی صاحب پیدا میکردیم، سر خودم میترخاندیم که بریم پیش از یه عالم یک دو خط درس بخوانیم. حالا چه قسم شبهات است؟ او وقت استعمار ضعیف بود، او کار زیاد نکرده بود. 20 سال بعد استعمار قوی شد، کار کرد، تلویزیونی و رسانه هاست. حالا پیش از او استاد نرو که یه استادی قسم است، پیش از او نرو که بینیش کج است، پیش از او نرو که مچم قواریشی قسم است، پیش از او نرو فلان. فقط نام رنگارنگ. این چی از شبهات است. وقتی که این شبهات کامیاب شد، خطوه آخریش چی است؟ دعوتت میکنه که خو حالا تو دی ساتیری هستی، در عشق هستی، در عیاشی هستی، این کل امکانات ترک میکنی به خاطر ازی که نظام شرعی به اگر شریعت به باز توی فیلم رو دیده میتونی، تو باز ای گرلفرند میداشته باشی، تو باز شب یلدا را تجلیل کرده میتونی، تو باید ای رقاصه خانه رفته میتونی، تو باز بالاخره باز امی شخص انکار میکنه که شریعت الله تطبیق شود. از این خاطر در بسیاری از کشورهایی که اونجا مسلمان ها هستن، لکن آنقدر اونا را در شهوات غرق کردن که اونا علاقمند تطبیق شریعت الله نیست. و کسی که از حاکمیت تشریع الله انکار کنه، بدون شک از دایره ایمان خارج میشه. الله میگه ولا تتبعوا خطوات الشیطان، گامای شیطان در اول خنثی کنین، متابعت نکنین. شهوات. من یک وقت یک شاگرد داشتم از سویزرلند بود، این میخواست زبان دری رو یاد بگیره. برای من پیشنهاد کردن که استاد همین میخواد دری رو یاد بگیره، برای این زبان دری رو یاد بده. خب این شاگرد ما بود، پیش من درس میخوان. این شاگرد وقت همراه شیشتیم برای من گفت که استاد من یک چیز میخوایم براتون بگویم. گفتم بله. گفت ما عادت دارم که هر گپی که در دلم است صادقانه برات میگم و خودت هم هر گپی که در دلت است صادقانه برای ما بگو، دروغ در بین ما نباشه. من گفتم درست است این کار، ما مسلمان ها هستیم، خوش هستیم که همیشه راست بگوییم، دروغ نگوییم. خب گفت هر سوالی که من داشتم تقاضای من این است که تو قار نشی، من سوال میکنم باید برای من جواب بدی. مدت 3 ماه ما و از اینا در جریان درس خواندن هر روز یک ساعت چی میکردیم؟ امی بحثا بود، سوال جواب ازی بودی، سوال میکردم من برای جواب میگفتم. دلایل حقانیت قرآن، دلایل حقانیت پیغمبر، دلایل حقانیت اسلام، توحید، این گپا رو برش گفتیم. خلاصه بعد از 3 ماه این شخص خودش به زبان خود گفت ما آل قناعت کردیم که قرآن کلام الله هست و این هم قناعت کردیم که محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هست و این هم قناعت کردیم که اسلام دین حق است. گفتم عقیده داری که خالقی وجود داره؟ 100% گفت عقیده دارم که خالقی هست در کائنات. عقیده داری که این خالق ذات یکتا است؟ گفت بیخی قبول دارم که خالق ذات یگانه هست. این تجربه شخصی خودم است، مکتش بحث میکنم. خب قبول داری که قرآن کلام الله است؟ گفت بیخی قناعت حاصل شد، چیزایی که شما گفتین، دلایلی که گفتین، من قناعت کردم که قرآن کلام الله هست. و اینم قناعت کردی که محمد رسول الله هست صلی الله علیه و سلم؟ گفت بله این هم قناعت دارم. خب تو مسلمان هستی؟ گفتم فقط یک کلمه بخوان مسلمان هستی، تو مسلمان شو خلاص. گفت نه ولا کلمه خوانده نمیتونم. چرا؟ کل چیز قناعت داری، کلمه بخوان. خب من گفتم ببین 3 ماه پیش یک تعهد کرده بودی و تعهد تویی بود که من هیچ وقت دروغ نمیگم. مدام 3 ماه کدام دروغ از من شنیدی؟ گفت نه. کدت غلطی کردم؟ نه.
هر چی که در قلبم بود راست بود برات گفتم، گفتی صحیح است. سخت‌ترین سوالایی که کردی که حتی به دین ما توهین و تحقیر آن بود برات جواب گفتم بله. خیلی چرا حال خود تعهد کردی و حال حق نمیگی؟ حال راست بگو. علت نپذیرفتن یا نگفتن کلمه چی هست؟ با وجود از اینکه قناعتم کردی و خودت میگی که ما اروپایی ها هستیم، آزاد هستیم، در عقیده خود میتونیم هر عقیده را اختیار بکنیم و سر ما کدام فشار نیست. خیلی راست بگو که علتش چی است. خودت بر من تعهد کردی، باز گفت علتش است. میفهمین علتش چی است؟ میفهمین علتش چی است؟ علتش آفرین شهوت است. ای چی گفت؟ گفت که استاد ما در اروپا، در غرب، گفت از سن 6 سالگی به شهوت رانی غرق هستیم. از سن 6 سالگی گفت ما که در مکتب میریم، از اونمون وقتی که در صنف 6 مکتب هستیم که این مسائل جنسی رو برای ما یا پیش میکنن، مطرح میکنن. وقتی که نوجوان میشیم زنا، شراب، فیلمای خراب، یعنی مثل یک پودری واره گفت ما هستم. یک کسی که مثلا معتاد شده به هیروئین، گفت ما به اینمی چیزا معتاد شدیم، ما را معتاد ساختن. حالا اگر ما بخوایم یک مسلمان خوب و واقعی شوم که شراب نخورم، زنا نکنم، فیلمای خراب سیل نکنم، دایی شهواتی که غرق قسم یاره الابتم گفت الا دادن نمیتونم. چرا؟ بیخی برم عادت شدم. و اگر بخوایم تو مسلمان دروغی باشم که در زبان مسلمان این قسم نمیخوایم دروغگویی باشم. از این خاطر گفت نمیتونم که کلمه طیبه را قبول بکنم. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. این کامای شیطان است. حتی ملت خود امی قسم غرق کردن، جوانای خود امی قسم غرق کردن. امی جوانای ما که بسیاریشان میرن برای زنا امکانات چی را میده؟ پول مفت چند وقت، 1 ماه 2 ماه 3 ماه پول مفت. در جریان پول مفت اینترنت مفت رایگان، در جریان اینترنت رایگان شراب فراوان، در جریان از این امکانات زنا و گناه بسیار زیاد و بیکار و تمام روز. و اونا میفهمن که این بچه جوانه وقتی که چند تا جوانه در یک اتاق پرتی و کل از اینا را برشان اینترنت هم فری بگذاری و کل وسایل فحشا را هم بر از اینا امکانات بیتی، صحیح نه؟ و تو اینترنت باشه که همین دکبت وقت فیلم ها را چالان کنه و کلشان مفت برشان باشه. بناهن ای جوان بعد از 3 ماه 4 ماه غرق میشه در شهوات. نماز میمانه، روزه میمانه، عبادات میمانه. اما جوانی که از اینجا مسلمان دیندار رفته، اونجا ببینی سوالایی از پیشت میکنه که میفهمی که حتی در وجود خالق متعال شک داره. ما خب با میدیا سر و کار داریم، با جهان سر و کار داریم، سوالا میشه و میفهمیم که اینمی جوان 2 سال پیش خیلی سوالا رو نداشت. امروز چرا این سوالا رو میکنه؟ معلوم میشه که باز کسای دیگه هستن، شیطانای هست که در شهوت و در گناه و در زنا و در شرابخوری و دیگه پاخ مبتلاش کرده. آل آخرین خطوهش چی هست؟ که کافر هم بسازه. باز به نام ما اتیست هستیم، شما مسلمان هستین، شما مسلمان ها خالق پذیرفتین به خاطر که پدرتان براتان گفته، لکن شما دلیل ندارین. چرا دلیل ندارین؟ چون ای جوان هیچ وقت درسای عقیده را از اول تا با آخر مرور نکرده که بیای بحثای دلایل وجود الله متعال در عقل، دلایل وجود الله متعال در ساینس، دلایل وجود الله متعال در فطرت انسان، دلایل وجود الله متعال در قرآن، دلایل وجود انسان نزد علما، کل ازیره ما برای جوانا گفتیم، لکن چون نخوانده ای است. پس الله متعال میگه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شما چی نکنین؟ از گام های شیطان پیروی نکنین. اما روزی که شیطان سر تو کامیاب شد و تو را از درس دین مانع شد، صحیح نه؟ اما روزی که شیطان سرت کامیاب شد، حتی الله متعال میگه فاذا قرأت القرآن، وقتی که قرآن هم میخوندی با الله پناه ببر، فاستعذ بالله. چرا یا الله ما قرآن میخوانم؟ میگه دمی قرآن خواندن هم شیطان نمیمانید، همینجا می وسوسه میکنه تو بخی، تو برو، تو حرکت کو، دق ناوردی، خسته نشدی، بس از دیگه خواندی 1 ساعت کفایت میکنه، برو بیرون، چه خوب گپ است، فلانی جای برو، ای برو، ای برو. اینه و یک شیطان انسانی هم میبرد
مانیت میشه و دیگه روز ببینی که باز والا صاحب یک هفته آمده نتانستم، دیگه دفعه والا 2 هفته آمده نتانستم. این چی هست؟ وقتی که شیطان مانی درس قرآن شد، بفهم که در گام اول شیطان سرت کامیاب شده. فهمیدی؟ این می قسم گام های شیطان است. شیطان تا عادت نداره که یک دفعه کس را کافر بسازه. آستاستا از صغایر باز کبایر باز بعد از او آستاستا در شرک و در کفر دیگه پا مبتلا میکنه. باز گام های بزرگ خطرناک شیطان چی است؟ باز وقتی که انسان به گمراهی ها داخل شد، باز چی میکنه؟ باز زیر بسیار متعصب میسازه. تعصب است، قوم پرستی هست. باز که برش بگویی که اینی درس دین است، نه والا ما در درس نمیرم. چرا؟ والا ما در فلانی گروپ هستیم، ما این استاد که از زبانش اینطور است، زبان ما اینطور است. نمیفهمی زبان؟ نه میفهمم، خب خوشم نمیاد. ما والا در فلانی گروپ هستم، این در فلانی گروپ نیست. ما در فلانی حزب هستم، این در فلانی حزب نیست. ما در فلانی مذهب هستم، این در فلانی مذهب است. بالاخره این چی میشه؟ در حالی که قرآن عظیم الشان تعلق به کدام مذهب نداره. قرآن کلام الله هست. در درس ما که قرآن درس میتیم، هر کس میتونه که درس قرآن گوش بگیره و استفاده بکنه. این قرآن رحمت برای عالمین است. متوجه هستیم؟ این قرآن متعلق به کدام مذهب نیست. این قرآن قبل از موجودیت مذاهب وجود داشت. هنوز مذاهبی که آل مشهور هستند، مذاهب فقهی، در قرن اول هیچ مذهب فقهی که آل مشهور است وجود نداشت. مثلا وقتی که قرآن عظیم الشان رسول الله صلی الله علیه و تدریس میکرد و وقتی که احادیث صحیحی خود رسول الله صلی الله علیه و بیان میکرد و مسلمانای خوبی را که خیر القرون ساخته بود رسول الله صلی الله علیه و بزرگترین امامای مذهب که حال امام اعظم میگن، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست. ولی امام ابو حنیفه صاحب وجود نداشت. چرا؟ امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه در سال 80 هجری تولد شده، در سال 150 هجری وفات شده. خب وقتی که امام صاحب در سال 80 هجری تولد شد، چه وقت مذهب خود جور کرد که حال ما و شما به نام مذهب حنفی میگیم؟ در وادی تولد خود جور نکرد. تقریبا 20 سال 25 سال اول عمرش امام صاحب تجارت تکه میکرد. ولی چون بسیار جوان با ذهنیت بود و با فهم بود و با درایت بود و او وقت متکلمین بود که از اونا مناقشه میکرد، دلایل بسیار قوی عقلی میگفت، یکی از علمای اسلام یک روز دیدش برش گفت که در حلقه درس شیشته بود، گفت بچیم چی کار میکنی؟ گفت من خود تجارت میکنم. گفت بچه مگر توی وضع تجارت تکه در دین درس بخونی؟ ماشاءالله بسیار لایق هستی، بسیار فهمیده هستی، بسیار مغز خوب الله برات داده. امی گپ های امی امام، بخیالم که امام شعبی رحمت الله علیه بود، در شخصیت از این تاثیر میکنه. باز خود امام میگه بعد از این من تصمیم گرفتم، رفتم امو چیزایی که بود رو با امو شریک خود گذاشتم، گفتم تو کار کو، من میرم درس خواندن. پس امام صاحب شاید در سن 30 سالگی 40 سالگی مذهب احناف اجتهاداتش بیان کرد. پس وقتی که امام صاحب 80 ساله بود، تا قرن اول که 100 سال تیر شد، هنوز مذهب حنفی وجود نداشت. باز مذهب مالکی و شافعی و حنبلی اینا پسان آمدن. اینال در اصل چی هست؟ در اصل قرآن تا سال 80 هجری تا 100 سال اول رسول الله صلی الله علیه و میگه خیر القرون قرنی، بهترین قرنها کدام قرن است؟ قرن ما هست. اینمی 100 سال اول بهترین قرن است. شخصیت هایشان هم بهترین شخصیت ها هستند. پس میتونه هر کسی بیاید جلسه قرآن، در درس قرآن، در دسترخوان قرآن، بدون انتماع به کدام حزب، گروه، طایفه، هیچ چیزای دیگه هم وجود نداره. چون قرآن کلام است، رحمت برای کلگی هست. و ما قرآن هم وقتی که درس میتیم مطابق کدام مذهب خاصی برای کدام شخص خاص نمیتونیم. میتونه حتی یک گوندو بیاید می درس ما بشینه و از این قرآن استفاده بکنه. اگر میخوای که حداقل معقولانه برخورد بکنه. حتی انگلیس هم که ما دیدیم برش گفتیم که تو انگلیس هستی، بسیار خود هوشیار میگیری، فهمیده میگیری، یک مرتبه می قرآن بخوان با ترجمه انگلیسیش. گفته سیس میخوانم، انگلیس گفتم میخوانم، بخوان دیگه قرآن. ببین تعصب نیست، قوم پرستی نیست، زبان پرستی نیست، مذهب پرستی نیست، هیچ.
الله رب العالمین است و پیغمبرش رحمت للعالمین است و قرآنش نور و کلام الله است بر تمام بشریت است. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. این الله متعال ذات مهربان است میگه متوجه باشین که دشمن آشکار شما هست. شیطانهای انسانی و شیطانهای جنی آشکارا میگن. او روز یک کس آمده بود که یک شیطان بود، صراحتا میگفت وظیفه ما شیطانا اینمی است که اینمی مسلمانا را نابود کنیم. باش میفتیم بیا مسلمان شو، میفتیم ما مسلمان نمیشیم، ما کافر هستم، ما شیطان هستم. پس شیطان دشمنی خود آشکارا بیان میکنه. شیطانای جنی و شیطانای انسانی هم آشکارا دشمنی خود بیان میکنه. میگه نمیمانمتان که شما نظام خوب داشته باشین، نظام اسلامی داشته باشین، نمیگذارمتان که خلافت مثل خلافت عمر فاروق داشته باشین، نمیخوایم براتان حکومت مثل حکومت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشین. دشمنی خدا علنا بیان میکنن. قرآن هم در میتیم، قرآن هم براتان میسوزانیم، سر پیغمبرتان هم توهین میکنیم. پس الله متعال میگه خوب میفهمی که دشمن آشکارت است، باز هم که از دوستی میکنی و محبت میکنی. انه لکم عدو مبین. حالی این دشمن آشکارا چی میکنه؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. اول شما را امر میکنه به سوء چی هست؟ بدیها. بدیها چی هست؟ آنقدر زبان شما را تیز میسازند که سر مسلمان خود پرزه میری، سر عالم خود پرزه میری، سر استاد قرآن خود پرزه میری، دشنام میدی، کومنت های دشنام نشته میکنی و بالاخره امرت میکنه که امروز ای برادر مسلمان تا دشنام بده، سبا روز خواهر مسلمان تا دشنام بده، دیگر روز حجاب اسلامی رو توهین و تحقیر بکن، دیگر روز ریش توهین و تحقیر بکن، دیگر روز مثلا یک استادی که شریعت و اسلام درس میده سر از او تمسخر بکن و آهسته آهسته بالاخره از این خطوات دیگه چی میشه؟ بالاخره جرأت پیدا میکنن سر پیغمبر و سر الله و سر هر چیز گپ میزنه. انما یأمرکم بالسوء. به چی امرتان میکنه؟ به بدیها. شما اکثرا دیده باشین که بعضی کسا امی زبانش که به مذاق عادت کرد آیسته آیسته مذاق خودش شروع میکنه. از چی شروع میکنه مذاق؟ از چیزای عادی شروع میکنه. باز در مذاقاش چی رو داخل میکنه؟ مولا نصرالدین. چرا خوجه نصرالدین به مولا نصرالدین تبدیل کرد؟ به خاطر ازی که میخواد که در افغانستان عالم دین کسی که در مسجد نماز میده او را مولا میگن، به این نام توهین کنیم، تحقیر کنیم. و آیسته آیسته دیگر روز باز یک فکایی سر پیغمبر میگن، دیگر روز یک فکایی دیگه العیاذ بالله سر خالق متعال میگن و اینمی قسم با این توهین و تحقیر ایگپا بالاخره ای به کفر چی میشه؟ یک کافر از پیش ازی جور میشه. الله متعال میگه انما یأمرکم بالسوء و بدیها. دیگه به چی امرتان میکنه؟ به فحشا. چی فحش زبانی باشه، چی فحش عملی باشه، چی فحش جنسی باشه، این فحاشی ها را در بین شما چی میکنه؟ رواج میکنه. بعضی اوقات مثلا تو جوان هستی ازدواج میکنی، برشان بانه میکنی، میگه والا ما همی سازه نمیریم. چرا نمیری؟ برات میگه که برشان میگه که والا عالی سازنده 40,000 میگیره، 30,000 میگیره، از کجا کنم؟ باز یک نفر شیطانه که مدیر شیطان است، او باز میبرد میگه خیر از بچی من این پیسی سازت سر من. اگه برش بویی که کاکا جان یک سمستر پوانتون ما از پوانتون ماندیم، سمستر 6,000 7,000 پد این پوانتون خصوصی میگیرن، میشه این پوانتون ما فیسش بدی؟ نه بچه اقتصاد ما خراب است، تکه هستیم، هیچ چیز نیست. اما وقتی که سازنده شد باز نه اقتصادش خراب است نه تکه هست. چرا اونجا چی هست؟ و زین لهم الشیطان اعمالهم. باز شیطان اعمال از اینا رو چی میکنه؟ مزین میسازه که این 30,000 پیره که برات سازنده دادی کار بسیار خوب کردی، نام کشیدی. کلگیات میکنه که اوه فلانی سازش فلانی آورده بود، باز خودش کتریش سفید میخیزه صاحب تو لنگ و برنگ میچرخه که سیلش کنی. اینه یگان تا پرسان میکنه، میگه شیطان دیدی من سعی کنی اینه اینی کاکاگک شیطان است. ماییم که تو را کاکا نمودیم، باز گک را در آخرش فزودیم. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا. اول به بدیها خطوش چی است؟
اول به زشتی ها و بدی ها، گام اولش، یعنی قرآن خودش میگه اولش به بدی ها و زشتی ها دعوت میکنه، دومش به فحشا و منکرات، و سومش زبانت تیز میسازه که حتی سر الله گپای بزنی و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، چیزایی در مقابل الله بگی که نمیفهمی. یعنی چرا الله تو کرده، چرا الله مثلا جنت خلق کرده، چرا فلانی تو شده، چرا آدم علیه السلام تو شد، چرا محمد صلی الله علیه و سلم تو شد، چرا اصلا در قرآن ادبی هست که اگر یک جوان مسلمان یک سوال برش پیدا میشه پرسان بکنه، بگه ببخشین حکمت ازی در چی هست؟ چرا نگوین؟ چرا یک نوع چی هست؟ بی‌ادبی هست. چرا در نامهای الله مؤنث نیست؟ چرا نیست؟ نامهای الله متعال چرا اصلا نامهای الله به مذکر مؤنث توصیف نمیشه؟ این مؤنث و مذکر صفات مخلوق است، صفات مخلوقه. ما شما نگفتیم که صفات مخلوق را به الله نسبت نمیتیم، این ادب ما هست. آل در زبان عربی چی هست؟ یا وقتی که لفظ ظاهرش میبینن در زبان عربی یک قاعده هست. ما شما گفتیم قرآن یا به قرآن تفسیر میکنیم، یا به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم تفسیر میکنیم، یا به اقوال صحابه و تابعین و تابع تابعین تفسیر میکنیم، یا به زبان عربی. بیاین زبان عربی رو ببینیم. در زبان عربی کسایی که فقه خواندن میگه یک نفر اگر برای خانم خود گفت انت طالقون، هست نیست؟ چرا طالقتون نگفتن؟ به خاطر که در زبان عربی یک حرف بیهوده نمیاره. وقتی که خانم طلاق میشه برای خانم خود میگه تو طالق هستی، چون مرد طلاق داده نمیشه که تو مرد طلاقیستی، برای مرد میگه تو طلاقیستی. وقتی گفت طلاقیست فهمیده میشه که طلاق شده کی هسته؟ خانم است. پس هیچ نیازی اینجا نیست که به ایگردک در آخرش ما بیاریم. در کل کتابا که بخونیم میگه چی؟ انت طالقون. چون مرد انت طالقون وجود نداره، پس نیاز نیست که تیتانیس در آخر از این به علامت مؤنث، در حالی که امی کسی که طلاق میشه زن است. یا مثلا برای زن که شیر میدن میگن هی مرضعون، این خانم شیر میدن، نمیگن مرضعتون. چرا؟ به خاطر از اینکه تایتانیس وقت استعمال میشه که اونجا مرد وجود داشته باشه. وقتی که مرد نباشه چرا تیتانیس ناخی بیاری؟ حالا کدام مردم شیر میده؟ نه. پس چرا مثلا چی جنجال پیدا میشه ذهنن؟ بگه ذهنن چیز پیدا نمیشه. وقتی جنجال پیدا نشد ما نیاز نداریم که یک حرف چی کنیم؟ زیاد بریم، زیاد کنیم بیهوده. عرب ها خو یک حرف یک معنای عربی، یک حرف یک معنای بسیار بزرگ میده. چرا بیهوده می کارا بکنیم؟ بیهوده این کارا نمیکنه. پس بسیاری کلمات مثلا مرضع، حائض، فهمید یعنی؟ وقتی که بیبی عایشه صدیقه را میگه عایشه تو زوج النبی صلی الله علیه و سلم، چرا نگفت زوجت النبی؟ چرا خب عایشه زوج نبی هست، همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم است. حالا تو میگی نه همسر نگو، همسره بگو، همسره. خانم نگو، خانمه بگو که تی تانیز داشته باشه. این زبان دری هم سرتش خند میذاره، میگه یه قسم نیست. در زبان دری هست خانم خانمه، همسر همسره. و ان تقولوا علی الله ما لا، بعضی کسا هستن که سر الله گپای میزنن که علم نداره و اینمی گپی که میگه ایده در کفر میاندازه. وقتی که سر الله شک میکنه، سر قرآن شک میکنه، بسیاری وقتا اینی چی هستن؟ این سبب کفر ازی میشه. یک نفر میخیزه مثلا در مجلس میگه والا دمی کل کشورهای اسلامی جنگ است، اما در جایی که کشورهای دیگه که اسلامی نیستن در اونجا جنگ نیست. یعنی میخواه که این غیر مستقیم، این کافر مرتد مسلمان ها را بفهمه که جنگ در کجا هست؟ در کشورهای اسلامی هست. در حالی که اگر این کافر، این مرتد، این بیدین، اگر این واقعا علم میداشت جنگ اول جهانی در بین کیها بود؟ کدام مسلمان در اونجا اشتراک کرده بود؟ شما کلتان محصلین هستین،
فارغا هستین، لیسانس هستین، دانشمندا هستین. در جنگ اول جهانی شما خود کلتان میفهمید که در جنگ اول جهانی بین خود کافرها بود. جنگ دوم جهانی بین کی بود؟ بین کافرها بود. بود نبود؟ چند میلیون انسان کشته شد. چقدر انسان در روسیه کشته شد، چقدر انسان در آلمان کشته شد. هیتلر چقدر نفر کشت و چقدر نفر در آتش انداخت و کشت. خیلی جنگ اول دوم جهانی بین کی است؟ بین کفار. چرا رو یاد نمی کنیم؟ یک جنگ که مثلا در افغانستان 40 سال است که جنگ است. این جنگ 40 سال در افغانستان کی آورده؟ روسا آمدن و این تاریخ است. موبایل پیشتان است. دیروز من در موبایل سهل میکردم، بعضی مسائل تاریخی و طورایی که می باشه کتابا را میخونم، بعضی اوقات به خاطر که تصویر می داشته باشه که تاریخ‌های جدیده در تصاویر هست. خود یک نفر که وزیر داخله در زمان حفیظ الله امین بود، امی کلپ خودش گفت خودش خلقی هست، خودش کمونیست است، چون در وقت که وقت وزیر داخله میشه خود کمونیست است. خودش میگه که روسا در حق ما جنایتی بسیار بزرگی را کرد. چی کرد؟ آمد حفیظ الله امین در تپه تاجبیک، متوجه هستین؟ کشتن. خودشان خلقی ها و پرچمی ها را آوردن سر قدرت روسا، داود خان کشتن. بعد از او خودشان خیستن حفیظ الله امین چی کردن؟ کشتن. روسا کشتشن. همین شبه که حفیظ الله امین کشت، روسا آمدن در افغانستان مداخله کردن. اولین معسکری که در قوت‌های شوروی آمده، خودش قصه میکنه که اینی قسم در تپه تاجبیک ما داخل شدیم. در یوتیوب برین و قصه کشته شدن حفیظ الله امین برتان تشریح میکنه. بعضی که حفیظ الله امین یا میکشن، بعد ازی در افغانستان روسا میایه و با آمدن روس در افغانستان جنگ شروع میشه. آیا حق نداشتن این ملت از دین خود، از ایمان خود، از عقیده خود، از سرزمین خود، از خاک خود دفاع بکنن؟ اینا وقتی که اینا آمدن، تا این امروز هم جنگ است. تا امروز جنگ است. جنگ کی آورده؟ خارجی ها آورده. باز این حال یک کس میخیزه به نام پروفسور و به نام استاد و به نام دانشمند، باز میگه که هر جایی که کشور اسلامی هستی چی است؟ اینجا جنگ است. یعنی در کشورهای دیگه جنگ نیست؟ یعنی کافرها جنگ ندارن در بین خود؟ جنگ اول جهانی نبود، جنگ دوم جهانی نبود، بسیار جنگای خطرناک و کشتنی نبوده؟ چند سال پیش جنگ بین خود انگلستان و هلند بود، کجا بود؟ نبود. کلشان فیلمایشان است که جنگ است. در هندوستان چند سال جنگ بود؟ همین گاندیجی که میگن این قهرمان است، جنگ نبود؟ جورج واشنگتن که در امریکا بود یا جنگ نکردن؟ خود امریکایی‌ها رو هندوهای سرخ نکشتن، سکنای اصلی از اونا را؟ اینا در کل دنیا در هر جای، لکن چی میکنن؟ لهم قلوب لا یفقهون بها. پروفسور است لکن قلب نداره که حق درک بکنه. که بله در هر جای جنگ است و در جهان اسلام هم وقتی که جنگ انداخته، علتش امی کافراست. اگر کافرها پشت مسلمان ها را رها بکنه، ان شاء الله تعالی خود به خود مسلمان ها آیسته 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 در بین خود جور میان. لکن هر وقتی که مسلمان ها بخواین که در بین خود یک جور بیان، بشینن، یک تفاهمی وجود داشته باشه و بالاخره به کتاب الله رجوع بکنن، به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رجوع بکنن، یک دفعه یک گروه دیگه را پیدا میکنه که باز یک جنجال دیگه را پیدا میکنه و این خودشان میان مستقیما مداخله میکنن. اما کلی چیغ میزنه که افغانستان وقتی جنگ ختم میشه که خارجی ها از اینجا برن خارجی ها. باز این پروفسورها باز پس میخوزن که نه، خارجی ها باید باشن و قانون از اینا باید باشه و تا وقتی که خارجی باشه و قانون خارجی باشه و خارجی ها مثلا مسلمان ها را رها نکنن، زمینه جنگ ادامه داره و جهاد ماذن الی یوم القیامه، تا روز قیامت هم است. فلسطین چند سال است که به یهودی ها دادن و غصب کردن قبله مسلمان ها را. خویران باید برشان بگه که شما ظالم هستین. چرا؟ باور بکنین که کافرایی که کافر 100% است
وقتی که شیشتیم برشان گفتیم که اینی نقطه شما جنایت کردین، قبول کرده گفته بله ما غلط کردیم. اما کافر قبول میکنه، میگه راستی ما در این قسمت غلط کردیم، اشتباه کردیم، اشتباه خود قبول میکنه. روسا خودشان بعد از مردن برژنف، زمانی که افغانستان مداخله صورت گرفت، او وقت برژنف فرمان داد که باید عساکر روس داخل افغانستان شود. وقتی که در زمان گورباچوف امو عسکرایی که مردار نشده بودن کلوکور از افغانستان برآمدن رفتن، بالاخره خود روسا خیستن برژنف بعد از مرگش غایبانه محاکمه کردن و گفتن یک جنایتکار بود. اولادای ما را در جنگ انداخت، اولادای ما را کشت. اما کافر هم میفهمه که ما همینجا جنایت کردیم رفتیم. چرا رفتیم؟ بد کردیم رفتیم. همین پادشاه ما، رئیس جمهور ما برژنف اشتباه کرد. امیال در استرالیا، شما خبرها را شنیدین که خود حکومت استرالیا و خود وزیر دفاعش میخیزن کسایی که در افغانستان جنایت کرده اونا را میگن که اینا جنایت کردن، باید محاکمه شوند، ظلم کردن. میگن نمیگن؟ اما کسایی هست که به نام مسلمان امیر چیز نمیکنه. در هر جایی که مسلمان ها هست جنگ است، در هر جایی که کافر ها هست. امی جنگ مسلمان ها کتکی هست، کتکی جنگ کرده، کافر ها را آوردین. در خانهش حمله میکنه، مجبور است نفر که در خانهش کس حمله کنه. امی پشک هم اگه دیده باشین میگه وقت ضرورت که نماند گریز، دست بگیرد سر شمشیر تیز. وقتی که شمشیر سرت وار کرد میفهمی که اگه دست ما بگیرم خب دست ما قطع میکنه، کت دست خود از زمین شمشیر چی میکنه؟ دفاع میکنه. سر از این پشک هم وقت سگ حمله میکنه، کت پنجای خود یک چند تا مقاومت میکنه. پس او پشک حق داره که دفاع بکنه، اما یک مسلمان حق نداره که از خود دفاع بکنه و در مقابل مثلا کسی که در حقش ظلم میکنه برای ظالم بگه که بله اینی قسمت تو ظالم هستی. اما کافری که کت شیشتیم بسیاری وقتی که امروز ما بحث کردن بهشون گفتیم در این قسمت می کار شما جنایت است، غلط است، نادرست است. شما میین مثلا بمبارد ما را میکنین، ما را اولادای ما را میکشین، فامیلای ما را میکشین. زنای شما حق داره در صلح و آرامش زندگی بکنن، زنهای ما حق نداره. اولادای شما حق داره که به مکتب با اعصاب آرام بره. اولادکای ما، طفلای ما حق نداره که به توپ و تفنگ و مرمی و لط و اختطاف راحت به مکتب خود بره. حق نداره. گفت والا حق داره. خب شما چرا این حق از ما گرفتین؟ گفت راستی والا راست میگین، ما همین قسمت ظلم کردیم، جنایت کردیم، والا غلط کردیم. میگم حتی هم پروفسورای خارجی همین گپ میگن. پس الله متعال میگه متابعت از خطوات شیطان نکنین، به خاطر شیطان اول به سوء شما را میکشن. سوء یعنی بدی ها و الفحشا و امی فحاشی ها، و بالاخره شما را به کفر میکشن که بالای الله سخنایی را بگوین که شما در او علم ندارین. الله متعال اقسام شیطان بیان میکنه. میگه شیطان چند قسم است؟ الله متعال میگه شیطان دو قسم است. آخری سوره قرآن قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و برای هر مسلمانی که قرآن عظیم الشان میخوانه خطاب میکنه. اقبال لاهوری یک عالم بسیار بزرگ شده بود. اینه پرسان کردن تو چطور خوب عالم شدی، خوب صاحب فکر شدی؟ گفت یک وقت من خرد بودم قرآن شریف میخواندم. گفت وقتی که قرآن میخواندم گفت پدرم میامد، پدرم یک آدم بسیار عالم بود. میگه مرا میگفت بچه‌م چی میخوانی؟ میگه من برش میفتم پدر قرآن میخوانم. میگه صبح که باز دیر میشد باز پدر مرا میگفت بچه‌م چی میخوانی؟ میگه آخه گفتم پدر قرآن میخوانم. در دلم کار خب پدر خود مرا میبینه که قرآن میخوانم، باز چرا پرسان میکنه؟ روز سوم میگه باز اومد من قرآن شریف تلاوت میکنم. میگه مرا گفت بچه‌م چی میخوانی؟ میگه من گفتم پدر
حالا خب من میبینیم من قرآن میخوانم، شما بازم پرسان میکنین چی حکمت است در این سوالایتان؟ میگو برم گفت بچیم قرآن او تو بخوان مثل که سر خودت نازل شده باشه. وقتی که قرآن میگه قل، تو فکر کن که برای خودت میگه مستقیما. صحیح است که قرآن عظیم شان بالای کی نازل شده؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. لکن آلی که ما تو قرآن میخوانیم، خطاب قرآن برای کی هست؟ برای ما هست. برای ما هست. قل، بگو ای استاد دایی، باید من همین قسم فکر بکنم. تو بگو، تو که قرآن میخوانی. قل، اول گفت قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. حالا چی باید بگیم؟ قل، ای کسی که تو قرآن میخوانی، اعوذ برب الناس، ما پناه میبرم بر رب مردم. انسان قرآن وقتی میخونه تفکر میکنه. والا من یک سوال برم پیدا شد. چی سوال پیدا شد؟ الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که تو بگو که ما بر رب ناس پناه میبرم. رسول الله صلی الله علیه و سلم خب بدون از او به الله پناه میبرد. الله متعال برش میگه که تو به زبان خود برای امت خود بفهمان که اگر شما نمیفهمین این گپ درک کنین که در عصر جاهلیت مردم به 18 قسم چیز پناه میبردن. به چند چیز؟ بعضی ها به بتها پناه میبرد، بعضی ها به قبرها پناه میبرد، بعضی ها به موره ها پناه میبرد، بعضی ها در گردن خود تار هم انداخت، در گردن خود در تار خود به اندازه قد بت تار میگرفت، به حضور قطع میکرد در گردن خود، به او تار پناه میبرد. بعضی ها به کره پناه میبرد، این کره است، کره مقدس. بعضی ها به صدف پناه میبرد، بعضی ها به اسپند پناه میبرد، میگه اسپند که کنی باستر از بلا نگاه میکنه. بعضی ها به بربو پناه میبرد، بعضی ها به جنها پناه میبردن و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن. بعضی ها به یک درخت پناه میبرد، اشتکش مشکل پیدا میکرد، میبرد اشتک خود از زیر ریشه درخت تیر میکرد، میفی درخت تیر جور میکنه. بعضی ها به حیوانات پناه میبرد، از زیر دل گاو چوچی خدا تیر میکرد، میگه فشتکت اگر زیر دل گاو تیر کنی این خوب جور میشه. بعضی ها به نان هندو پناه میبرد، میگه فشتکت زبانش بند میشه برو نان هندو رو برش بده. بعضی ها به ساحرا پناه میبردن، بعضی ها به فالبینا پناه میبردن، بعضی ها به کاهن و عراف به یا پناه میبردن. تقریبا 18 قسم چیز بود که مردم به او پناه میبردن. 18 قسم شرک بود. تنها در پناه بردن 18 قسم شرک بود. الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ گفت قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم ما که پیغمبر هستم، ما اعوذ و پناه میبرم فقط بکی بر رب الناس، او ذاتی که خلقم کرده، روزی میتیم، شفا میتیم، اونو ذاتی که تقدیر مرا ساخته، اونو ذاتی که مرا زنده کرده و اونو ذاتی که مرا میمیرانه. یحیی و یمیت و اذا مرضت فهو یشفین یرزق من یشاء خلق السماوات والارض. ما به این پناه میبرم. پس شما کسی که امت ما هستین و میخواین عقیدهتان مطابق قرآن عظیم الشان و طریقه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، شما به کی پناه ببرین؟ به الله که رب الناس است. فهمیدین؟ این ذاتی که رب مردم هست، خلق کننده و روزی دهنده و شفا دهنده هست، اینمی مالک مردم هم هست. مالک زندگی، مالک مرگ، مالک چشمایت کی هست؟ چند خریدی چشمایت؟ چند خریدی چشمایت؟ مالکش کی هست؟ الله. قلبت چند خریدی؟ قاری سبی حافظه قویی که داره که تمام نمبرهای تلفن ها را در حافظه خود حفظ کرده، قرآن عظیم شان پیش از او حفظ کرده، این چند خریده؟ مالک از این حافظه از کی هست؟ الله. پس اونو رب هست که ما را تربیه کردن. همین مادر پدرم که ما را تربیه میکنه به اساس نعمت هایی که الله برش داده ما را تربیه میکنه. اگر مادر ما دیوانه می بود ما را تربیه کرده میتونست؟ عقل به مادر ما کی داده؟ الله داده. به پدر ما کی عقل داده؟ الله. برای مادر و عطوفت قویه که 2 بجه شب میخیزه بر تو شیر میته،
رویتان بوسه میکنه. امی عاطفه قوی را در قلب مادر کی جا بجا کرده؟ الله. پس اصلا تربیت کننده تو کی است؟ الله. چرا اصل نعمت ها از الله هست. پس وقتی که الله رب تمام نعمت ها هست، مالکش هم امی الله هست. مالک چشمت الله هست، مالک دستت الله هست، مالک قلبت الله هست، مالک بینی ما الله هست، مالک گوش ما الله هست، مالک گردن ما الله هست، مالک زندگی ما الله هست، مالک مرگ ما الله هست. ملک الناس. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه ناصیتی بیدک، یا الله پیشانی من به دست تو هست. اله الناس، اینمی ذاتی که رب هست، متوجه هستی؟ اینمی ذاتی که مالک تو هست، اینمی ذات اله تو هست، معبود حقیقی که ذاتش عبادت کنی، شریعتش اطاعت کنی. هم موحد باشی در عبادت و هم موحد باشی در حاکمیت. وقتی که به این پناه میبرم، از چی پناه میبرم؟ من شر الوسواس، از شر وسوسه ها. وسوسه هایی که میگه خناس، خناس شیطان است. چرا این خناس میگن؟ در قرآن یک آیت دیگه هم است، فلا اقسم بالخنس. سعی کنید خنس گفته، اینجا خناس گفته. باید اینجا یعنی خناس از او خنس ترجمه کنی. ترجمه قرآن با قرآن چه قسم ترجمه کنیم؟ اونجا خو ستاره ها رو درباره گپ میزنه، میگه یک تعداد ستاره ها هستن، او ستاره ها خنس هستن. چه قسم خنس هستن؟ میگه او ستاره هایی که خنس هستن، او ستاره ها چی میکنن؟ ستاره ها رو چرا خنس میگن؟ میگه این ستاره هایی که یک وقت پیدا میشن، ما شما دنباله‌دار میگیم، چی میگیم؟ یک دفعه روشن میشن، سیل کنی معلوم میشن، دیگه دفعه سیل کنی گم هستن. روشن گل، روشن گل. اینا ستاره های چی میگن؟ خنس میگن. اینال وقتی که ستاره ها خنس هستن، روشن و گم میشه، خیلی شیطان چی قسم خناس گفته شده؟ میگه شیطانم وقتی که الله را یاد کردی گم میشه، میگروزه. وقتی که الله را فراموش کردی میاد جانت وسوسیت میکنه. از این خاطر یاره خناس میگن. یعنی شیطانی که میایه و میگروزه، میاد جانت حمله کنه، وسوسیت میکنه، مجرد که بگی الله اکبر فرار میکنه. این شیطان های جنی هست. این خناس الذی یوسوس فی صدور الناس، این شیطان خنازی که وسوسه میکنه در صدور مردم، آیا تنها جنها هست؟ میگه نه، من الجنت، از جنیات هم است، و الناس، از انسان ها هم است. خی شیطان خناس انسانی چه قسم است؟ جنی خود است. میگه اگر کت شیشتی و مطابق گپایش گپ زدی، کتت میشینه این شیطان قصای شیطانی را میکنه. وقتی که برش آیات قرآن خواندی میگه بیادر مدد تو مجلسان همیشونو من رفتم. همیشه انسان های شیطان صفت تا وقتی که در مجلس فحشا باشه، منکر باشه، ساز باشه، رقص باشه، قرار شیشته. مجرد گفتی بسم الله الرحمن الرحیم و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالله، وقتی که از توحید گپ زدی، دلای مردمایی که ایمان ندارن یک دفعه در چی نه ما میریم از این مجلس، این چی گپ شروع کردن، چطور است چنان است. در حقیقت شیطان است، از جایی که الله یاد میشه چی کنه؟ فرار میکنه. از این خاطر در هر مجلس اگه میخوای مجلست رحمانی شود، دعوت شروع کن. امی دعوت شروع کنی ببینی 5-6 تا شیطان خود به خود گریخته. اگر نه که دعوت شروع نکنی، باز اون داعی میشه، تو مدعو میشی. باز شیطان قصهای بچگیای خدا میگه که در بچگیای خودت تو کردم، در جوانیای مت تو کردم، که فلانی جای تو کردم. این اصلا باز کل مجلس گناهی ازی میگیرن. اما گفتی بسم الله الرحمن الرحیم، به اجازه کلتان امی کلمه طیبه را یک تشریح کنیم. 3 تعهد داره. تعهد اولش است که فقط ذاتش عبادت میشه، و تعهد دوم این است که بغیر از شریعت الله قانون کسی دیگه اطاعت نکنیم. بردگیش که اطاعت و عبادت الله را به طریقی رسول الله صلی الله علیه و آله میکنیم. امیر که برشون بگه یک دفعه میگه نه بیادر من رفتم دیگه، استاد جان میبخشی دیگه، من رفتم دیگه، ببخشی، یک ذره مصروفیت پیدا شد، کار پیدا شد. تا بال که فسق و فجایع بود چرا کار نداشتی؟ و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. یا چی میشن؟ یک دفعه
توحید خوش نداره برشون بگی. از هر قصه اگه برشون شعر بخوانی و خواندن کنی و کتی خواندن ترانه یگان تنبوره کن بزنی تو شیشته قرار که شیشته اگه بویش کاکا جان تو بخیگمش که یک مجرایی همی جبته و چت میخیز. اما وقتی که توحید بیان کنی از مجلس. پس الله متعال شیطان میگه چند قسم است؟ دو قسم است. یکی شیطانای انسانی است، یکی شیطانای جنی. این شیطانای انسانی و جنی چه قسم هستن؟ خناس هستن. چه قسم خناس هستن؟ که وقتی که گپ حق الله اکبر گفته نشد این دجانت می مجرد گفتی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر شیطان جنی فرار میکنه. مجرد که دعوت توحید شروع کردی شیطانای انسی چی میکنه؟ فرار میکنه. دولت دنبک خدا گرفته میگرزه میگه نه گمش که اینجا ملا اومد دیگه ما بریم در جایی که ملاشون ما گزاری ما نمیشه. خب برو پناهید به خدا سلام بگوی. ما تو چه باز میگیم سلام بگوی. بعد از اینکه شیطان شناختیم اقسام شیطان شناختیم قرآن عظیم شان چقدر کتاب شیرین است نه؟ هم دشمن معرفی میکنه هم اقسامش معرفی میکنه هم چالایش برات معرفی میکنه. عالمه الله متعال در کتاب خود بیان میکنه وسایل ابلیس برای گمراهی انسان. کدام وسایل داره ابلیس؟ چند قسم وسایل داره. ابلیس و همکارای ازی بر گمراهی انسانها اسالیب ذیل استفاده میکنن. شکل اولی که اینا استفاده میکنن چی است؟ وسوسه انداختن است. چی است؟ وسوسه. شکل دومش ظاهر شدن به شکل رجال الغیب. شکل سومش تربیه بعضی از انسانها من حیث شاگردای شیطانی. فهمیدین؟ سه شکل داره. شکل اولش وسوسه میپرته. سیست اول وسوسه ها چی؟ دوم قسمه در لباس رجال الغیب. یک چیز از سوره رجال الغیب میگن تشریح میکنن براتون. به لباس از او آشکار میشن. شکل سومش بعضی از شاگردان را تربیه میکنه که در بین انسان ها که او کار ابلیس در بین انسان ها به لباس و چهره انسان بکنه. چهرهش چهره انسان لکن مغزش مغز ابلیس. فهمیدی؟ دو پاسپورت داره. یک پاسپورت انسانی داره یک پاسپورت شیطانی داره. سیتیزن است. فهمیدی؟ سیتیزن است. شکل اولش وسوسه انداختن است. وسوسه چه قسم میپرته؟ الله متعال میگه که شیطان به اشکال مختلف در بین انسانها وسوسه میپرته. اول وسوسه چی است؟ ممانعت از رفتن به راه مستقیم. به هر شکل وسوسه که شود شیطان میخواد که انسان در راه راست نره. سوره اعراف خالف بما اغویتنی لاقعدن لهم صراطك المستقیم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. خب اینجا الله متعال بر ما و شما درباره ابلیس بیان میکنه و امو ابلیس چه قسم ممانعت میکنه از راه حق. از یک دو آیت پیشتر میخوانیم. الله متعال میگه ولقد خلقناکم آیت 11 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. الله متعال بر ما شما بیان میکنه که این انسان ها ولقد و یقین داشته باشین خلقنا که ما شما را با قدرت و عظمت و جلال خود خلق کردیم. کم شما را ای که شما میگین که گفتین جلال و عظمت از کجا پیدا کردی استاد که در ترجمه گفتین؟ ما و شما میگیم هر وقتی که الله متعال عظمت خود بیان میکنه ضمیر چی استعمال میکنه؟ جمع را استعمال میکنه. جایی که توحید بیان میکنه ضمیر مفرد. صحیح نه؟ پس الله متعال اینجا جمع استعمال کرده یا مفرد؟
پس اینجا وقتی که جمع استعمال کرد، اینجا جلال و عظمت خدا بیان میکنه. ولقد و یقینا که خلقناکم، ما شما را با جلال و عظمت و قدرت خود، که لشکر ما لشکر ملائکه هست، لشکر جن هاست، لشکر انسان هاست، لشکر پرنده هاست، لشکر مرچه هاست، لشکر باد است، لشکر آتش است. این کلش لشکرهای الله هست. نیست؟ بعضی دشمنای خود کت آب از بین برد، بعضی کت آتش، بعضی کت پشه. و ما یعلم جنود ربک الا هو. پس الله متعال میگه یقینا ما شما را خلق کردیم ای انسان ها با قدرت و جلال و عظمت خود. ثم صورناکم، بعد از این شما را تصویر بندی کردیم. سعی کنید در این مجلس چهره‌های هر کس هر قسم است. مصور حقیقی الله هست. کلگی دو چشم، یک بینی و اما دو گوش داره، لکن در میلیاردها میلیارد انسان که سهل کنی، بسیار کم است که یک دو تا را الله به قدرت خود دوگانگی خلق کرده باشه. نه ایرانی ها میگه دو غلوست، اما دیگر ها را سعی کنی تصویرشان از هر کس هر قسم. ثم قلنا للملائکه، باز الله میگه ما با قدرت و جلال عظمت خود وقتی که آدم علیه السلام خلق کردیم، بازی را تصویر سازی کردیم. باز وقتی که گفتیم برای ملائکه، چون قدرت الله، عظمت الله و بزرگی الله، با وجود ازی که ملائکه بسیار بزرگ است، لکن الله اکبر، الله بزرگ است از کلش. قدرت الله سر کلی است. برای ملائکه گفتیم با اینمی بزرگیتان به اینمی آدم کوچک چی کنین؟ سجده کنین. سجده دو قسم است. یکی سجده عبادت است و یکی سجده احترام است. علمای عقیده و مفسرین قرآن میگن که سجده عبادت مخصوص الله است. اگر کس سجده عبادت به غیر الله کنه شرک میاره. سجده احترام که هست تا زمان عیسی علیه السلام، از زمان آدم علیه السلام تا زمان عیسی علیه السلام بود. سجده احترام در شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم سجده احترام منسوخ شده. حال چند قسم سجده مانده؟ یک قسم که سجده چی است؟ عبادت است. رسول الله صلی الله علیه و گفت اگر سجده احترام وجود می داشت، من برای خانم ها می گفتم که برای شوهرایتان با حساب احترام سجده. اما نمیگم. چرا نمیگم؟ به خاطر که سجده احترام وجود نداره. خانم ها فقط به الله پیشانی خود بگذارن، به شوهر خود سر خود خم نکنن و اگر طاعت شوهر هم میکنن مطابق حکم الله اطاعت کنن. فهمیدین؟ خب ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. پس دیگرها اطاعت امر الله را کردن، سجده احترام کردن. کی نکرد؟ ابلیس. لم یکن من الساجدین. الله میگه نبود از جمله سجده کننده ها. الله متعال برای ما و شما خبر میده که این ابلیس چی مشکل داشت. میگه ابلیس کست این قوم پرست بود، نژاد پرست بود، زبان پرست بود، جنس پرست بود. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. الله برش گفت که چی چیز مانع شد که سجده نکنی؟ اذ امرتک، من خود را امر کردم. قال ابلیس گفت که انا خیر منه، من از او کده بهتر هستم. مثل قوم پرستای پشتون نمیگن که مونگ دیر قوی قومیو، پارسیوانان چی دی؟ ازبک چی دی؟ اصل پختانه دی و چت خلقیو و چت شیطان ترسیدلیو ابلیس ده. در این زبانای قوم پرست کتشان بشینی باز میگه که ما که هستیم لفظ عرب است، فارسی شیر و شکر است. هستیم نیستیم، ما هستیم.
این دیگه قوم ما چی هستن؟ قوم ما بهترین قوم است. ما به خاطر از این مبارزه میکنیم، به خاطر از این که رهبر ما ابلیس ایرا را برای ما نشان داده و گفته انا خیر منه. ازبکای قوم پرست این کار میکنه، هزاری قوم پرست این کار میکنه، حتی عرب هایی که کافر و قوم پرست هستن به خاطر زبان قومی مبارزه میکنن، مثل جمال عبدالناصر، معمر قذافی، صدام حسین، بشار اسد، پدرش حافظ الاسد، یا کلشان حزب بحث جور کرده بودن. این حزب بحث یک حزب کفری بود که ناجور کردن. گفتن عرب ها با آمدن اسلام مردن، ما پس میخوایم امو جاهلیت عرب اثر زنده کنیم. نام شماندن حزب چی؟ بحث. بحث چی مانه؟ زنده شدن بعد از مرگ. از این خاطر صدام حسین نام بچه های خود قصی و عدی مانده بود. گفتن چرا تو ماندی؟ به خاطر که قصی هم نام جاهلیت است، عدی هم. ای عبدالله و عبدالرحمن خو ما را ضعیف ساخت. فهمیدین؟ قال ما منعک الا تسجد. آلی ابلیس خبیث میتونست پس توبه کنه، خوب عالم بود، خوب فهمیده بود، ها؟ اقدر جن بود، خدا در صف ملائکه داخل کرده بود، میتونست توبه بکنه، به الله بگه که حالا یک غلطی کردم پس. قال انا خیر منه، معذوب کرده بهتر استم، خلقتنی من نار و خلقته من طین. یعنی در خالقیت الله ایمان داشت. فهمیدی؟ یعنی بعضی کسا کلمه را غلط ترجمه میگن. چی میگه؟ میگه لا اله نیست هیچ خالق الا الله و غیر از الله. این شیطان هم میگفت لا اله نیست هیچ معبودی به حق که عبادت شود و حاکمیتش اطاعت شود الا الله. این قسم ترجمه کن. اینجا شیطان هم چی میگفت؟ خلقتنی من نار، یعنی به خالق بودن الله باور داشت، لکن کافر الله مگیش مسلمان است یا کافر؟ ابلیس کافر است. پس قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. او را از چی پیدا کردی؟ از خاک. اینجا چی شد؟ جنس خدا، نژاد خدا از آدم علیه السلام چی داد؟ برتریت داد. اگر عقل می داشت از آتش کده خاک خوب است. در بهاران سبزه کی روید به سنگ، خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ. وقتی که خاک شدی گلهای رنگ رنگ، گل لاله سر کدام سنگ میبره، در کدام آتش دیده باشین که گل لاله است. به عقل بود. میگه با خدا زدگان ستیزه مکن که خدا زدگان را خدا زده هست. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها. الله متعال گفت فاهبط منها، پایان برو از این جایگاهی که در بین ملائکه هستید، این مقام عالی تر قرار دادیم، ذلیل شو، پس شو، تا شو، پایین شو. الله حفظ کنه. بسیاری کسایی که در راه اسلام خدمت میکنن الله بسیار عزت میتشانه، یک وقت بازات ذلیل میسازش که از حیوان هم کده بدتر میشه. الله حفظ کنه. استغفر الله و اتوب الیه. اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. قال فاهبط منها. الله متعال ذات غنی هست. پایان برو گفت از بین از اینا، از این جنت، از این مقام، از این خوبی، از این جای لکس که در هر جای رفته میتونی. فما یکون لك ان تتکبر. تو چی هستی که تو تکبر میکنی، خدا بلند قرار میتی؟ این جایی نیست که تو در اینجا باز تکبر بکنی. پایان شو. در جایی که در مقابل خالق انسان قرار میگیره، بهترین صفت مؤمن در مقابل خالق متعال خضوع هست، خشوع هست، تواضع هست، بردباری هست، عاجزی هست. از همین خاطر ما و شما خدا ذلیل میسازیم، خاضع میسازیم، خشوع میسازیم. چی میکنیم؟ در مقابل الله سر خدا به زمین میگذاریم. فخرج. الله متعال برای از بین از اینا.
انک من الصاغرین، تو در جمله مخلوقات صغیر و ذلیل و بیارزش هستی. میفهمی که دفتر شیطان در کجاست؟ دفتر شیطان در کجاست؟ یک وقت شیطان ها یک چند تا اینجا آمده بودن، مرا گفتن بیاد فلانی دفتر شیطان کدت مناظره میکنه. رفتم تا مدان دفترش که دیدم دفترش تشناب است. ما و شما که در دفتر شیطان داخل میشیم چی میگیم؟ اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. فهمیدین یعنی؟ ما گفتم ما در اینجا داخل نمیشم. گفت چرا؟ ما گفتم به خاطر از اینکه وقتی که ابلیس جرا بحث میکنی، ما خود سر ابلیس وقت قوی هستم که در زبانم قرآن باشه. هر وقتی که شیطان روبرو شدین، که جن روبرو شدین، قرآن قطع نکنین. اگر کس سر جن دام گرفته بود باید قرآن بخوانی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی رو بخوانی، سر تو حمله کرده نمیتونه. اگر نه که به عقلی کردی که تجا تشناب رفتی خونجا خود قرآن خوانده نمیتونی. من میخواستی قسم جذابته، متوجه هستی؟ میخواست که او ریلا بده در جان ما بیاین. اگر ما اونجا قرآن بخوانم خودم کافر میشیم. چرا؟ قرآن در جای چتل بخوانی بیدین شدی، بیادبی به قرآن شد. اگر نخواندی بازی سر تو حمله میکنه. حفظت الکرام وقت ما و شما را حفظ میکنه که ما در حفظ الله باشیم. چه وقت در حفظ الله می باشیم؟ وقتی که در زبان ما کتاب الله و نام الله باشه. از این خاطر همیشه میگه زبانت باید به چی تر باشه؟ به ذکر الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله. فخرج منها، خارج شو از جای با عزت، مقامی که کمرای ملائکه هستی، در جاهای بلند و در آسمانهای بلند و در این جای پایان شو از اونجا. تو بسیار مخلوق ذلیل هستی که حتی جایگاهی در کجا هست؟ در تشناب ها، کثافت دانی ها. آل ابلیس چی میگه؟ قال فبما اغویتنی، ابلیس میگه به سبب ای که یا الله تو مرا گمراه ساختی، به سبب عظمی انسان ها که من برای سجده نکردم، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میگه میشینم در راه مستقیم. یکی راه راست است. میگه رسول الله صلی الله علیه و آله یک وقت در زمین خط کشید، قسم یک دانه خط کشید، باز در طرف راست چپ ازی خطای دیگه کشید، گفت و ان هذا صراطی مستقیم، اینی راه مستقیم است، اینی راه مستقیم است. ولا تتبعوا السبل، ایراگکای خرد که در این طرف هست، در این راه ها نرین. چرا؟ در سر هر راه یک شیطان شیشته ترکش میکنه. لکن در راه مستقیم شیطان کلان مانع تو میشه که نری. درس نخوان، قرآن نخوان، نماز نخوان، ریش تکل کو، ریش نمان، حجاب نکو، تقوا نداشته باش. این کلش چی هسته؟ در حقیقت هر وقتی که اگه فکرتان باشه که به طرف راه دین میرین، شیطان میاد در جانتان. زود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، بگین که شیطان فرار کنه. شیطان میگه لاقعدن لهم، من میشینم. لاقعدو نگفت، گفت لاقعدن. این نون توکید است، یعنی دو تا نون است، دو دفعه حتما است، یعنی میشینم حتما لهم، برای از اینا در چی؟ صراطک المستقیم، در راه راست تو، یعنی مانع از اینا میشم حتما از رفتن به چی؟ برای حق. خب قال فهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون. عالم شیطان از الله وقت میخواه، میگه خیمه را وقت بده تا روزی که یا مبعوث میشن. چقدر وقت میخوای شیطان خراب سعی کن؟ این تا روز قیامت وقت میخواه. یعنی دشمنی ازی برای یک روز، دو روز و سه روز نیست، برای یک ماه و دو ماه نیست، تا روز قیامت، تا که در قبر میری شیطان الهیت نمیده. حتی در وادی جان کندن هم سرت میایه. میگه یک نفر دوست الله بود، میگه در وادی جان کندنش میگه لا اله الا الله گفت، میگه ما پلیسرش استاد، میگه گفت که برو گم شو، پس شو پلید، پس. میگه ما ایران بودیم که چرا دیگه پاره میزنه، ما را دوزد. میگه چند دقیقه بعد یک کمک خوب شد. میگه ما پرسانش کردیم که یا شیخ ما پلیسر تو استاد بودیم، بسیار گفتی برو گم شو، برو خبیث، اعلام بده خبیث. میگه برای ما گفت که اون لحظه من بسیار تشنه شده بودم، شیطان آمد یک جامعه و دستش از سمت خوب یخم انداختگی شورک میته. بتم تاوا اگه میگه و میخوای بخوری،
بگو که خالق وجود نداره. حتی در وقت سختی های مرض آخری هم که هست، انسان کوشش میکنه چی کنه؟ همین وقت به ایمان بسازه. از این خاطر از جوانا که در ریش سفیدا را زیاد محکم میگیره. کاکا نری مسجد، نری که تو به قبر نزدیک هستی. این جوانا وقت زیاد داره، بازی ها را پسان گیر میکنم. بان که کمک که صاحب خانه و اولاد و زندگی و یگان چوکی موکی و معصب پیدا کنن، بازی ها را میدوانم. خالت را زود در دوزخ روی میکنم که عمر تو کم مانده، تو پیر هستی. قال انظرنی الی یوم یبعثون. الله متعال ذات غنی هست. قال انک من المنظرین. برو، برات وقت داده شده این تا روز قیامت. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک مستقیم. گفت به سبب ازی که مرا گمراه ساختی، به سبب چیزی که مرا گمراه ساختی، یعنی به سبب انسانی که من گمراه شدم، که از این من دشمنی کردم، تعصب کردم. آلو انسان خود را گمراه نساخت و انسان خود را در گمراهی ننداخت. خودت به دست خود گمراه ساختی، خودت تعصب کردی، خودت قوم پرستی کردی. ما کی که تو قوم پرستی کردیم، کی که تو بدبینی کردیم؟ و انسان بیچاره آدم علیه السلام کی برازی این کارا را کرده بود؟ خودت شروع کردی، خودت رانده شدی، خودت در بدر شدی. حالا گفت که چی هست؟ در راه راست از اینا استاد میشم. ثم لآتینهم. تنها در پیشرویشان استاد میشم، نمیمانمشان که به طرف حق برن. گفت نه، ثم لآتینهم، بعد از او باز من میایم حتما به پیش از یا چی؟ من بین ایدیهم، از پیشرویشان، و من خلفهم، از پشت سرشان حمله میکنم، و عن ایمانهم، از دست راستم در جانشان حمله میکنم، و عن شمائلهم، از دست چپشان هم سرشان حمله میکنم. ولا تجد اکثرهم شاکرین. اکثریت از اینا را شکرگزار نمیافی که شکر کنن. یک روز یک بچه پیش ما آمد، مرا میگه استاد من بسیار غریب هستم. خب غریب هستی ها؟ هیچ سرمایه ندارم، در بدر هستم، تکه هستم. تو بیا اینجا. تو غریب هستی نه؟ چند پیسه در جیبت داری؟ شاید باشه. چند؟ 500 یک 300 این طرف از 300 همه قصد. غریب هستی. 30 لک اینجا داری، یک گرده 30 لک اینجا قیمتش هست. 30 لک هم این گرده دیگه. اگر همی گرده را نمیداشتی مجبور 30 لک رو مصرف میکردی برای یک دانه گرده. تو غریب هستی. این قلبت $50,000 قیمت داره. یک دانه اسپرنگ قلب در هندوستان برای یک نفر 2 تا اسپرنگک های خرد قاعده این تو بسیار چچک از اسپرنگک های قلب. برش میگفت که 3 لک کلدار بیار. او برش میگفت که خیر است همی 3 لک 6 لک میشه میره 5 لک میگفت نه چو یا انالیسه کو در وجود انسان در هندوستان قیمت گذاری کردن. در بسیاری کشورها دکتران بر اعضای بدن انسان چی کردن؟ قیمت گذاری کردن. از یمی سرش از موی گرفته، مثلا مویای ما رفته بگه اینقدر دلار بده موی بر ساختگی جور میکنیم، ابروهای ما بر اینقدر دلار بده، از موی گرفته تا ابرو گرفته تا بینیت شکسته باشه، تا دندانایت نباشه، تا گوشای، تا چشمای، تا گردن، تا قلب، تا شش، تا جگر، تا پانکرانس، تا قانقرتکت اینه میکله. کل اجری که حساب کردم تو دیگه آمده تا نو که 50 وقته که میرسی $1 میلیارد میشه. این $1 میلیارد کی برات داده؟ الله. ولا تجد اکثرهم شاکرین. اکثریت از اینا را شکرگزار نمیافی. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک.